هارپاگ از سرداران قدرتمند پادشاه ماد آستیاگ بود. او سالها وفادارانه در خدمت شاه جنگید، اما یک حادثه سرنوشت زندگی او را تغییر داد. زمانی که آستیاگ خواب دید نوه‌اش یعنی کوروش سلطنت او را از میان میبرد، دستور داد نوزاد را بکشند و این وظیفه را به هارپاگ سپرد. هارپاگ نوزاد را نکشت و مخفیانه نجات داد. سالها بعد آستیاگ حقیقت را فهمید و به شکل وحشتناکی از او انتقام گرفت. از همان روز کینه‌ای عظیم در دل هارپاگ شکل گرفت. کینه‌ای که سرنوشت یک امپراتوری را تغییر داد. آستیاگ برای تنبیه هارپاگ پسر او را کشت و گوشتش را در مهمانی به خود هارپاگ خوراند. وقتی حقیقت را آشکار کرد، هارپاگ هیچ خشم ظاهری نشان نداد، اما در سکوت به دشمن سخت آستیاگ تبدیل شد. او فهمید که تنها راه انتقام ساقط کردن حکومت ماد است. از این زمان نگاه او به سوی جوانی بود که روزی نجاتش داده بود، کوروش هخامنشی. هارپاگ مخفیانه با قبایل پارسی و بزرگان ناراضی ماد ارتباط گرفت و همه را به سمت کوروش سوق داد. او بهترین استراتژیست دربار ماد بود و می‌دانست چگونه ارتش را از داخل ضعیف کند. برنامه‌ریزی‌های او کوروش را از یک شاهزاده جوان به رقیبی خطرناک برای آستیاگ تبدیل کرد. همه چیز آماده بود. زمان قیام فرا رسیده بود. در نبرد بزرگ میان سپاه ماد و سپاه کوروش، هارپاگ نقشه نهایی انتقامش را اجرا کرد. او فرمانده بخشی از ارتش مال بود و در لحظه حساس نیروهایش را عقب کشید و باعث شکستن خطوط دفاعی آستیاگ شد. ارتش ماد فرو ریخت. آستیاگ شکست خورد و کوروش پیروز میدان شد. این نبرد پایان ماد و آغاز امپراتوری هخامنشی بود. پس از پیروزی کوروش، هارپاگ به پادوش وفاداریش از فرماندهان اصلی امپراتوری نوپا شد. او به آرزویش رسیده بود، سرنگونی آستیاگ. اما در دلش زخمی که از خیانت گذشته مانده بود، هرگز التیام نیافت. انتقام گرفته شد، امپراتوری تغییر کرد و نام هارپاگ برای همیشه در تاریخ باقی ماند. اگر از این داستان تاریخی لذت بردید، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندین.